سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور باشین، صحتمند باشید، خوش اومدید به این ولاگ دیگه. امروز یک روز اسپشیال است، هم برای خودم هم برای خواهرم. امروز براش چند وقت دیگه بخیر عروسیش هست و ما امروز همراه خواهرخونده‌های خود براش جشن گرفتیم به اسم براود تو بی که به اون فارسی خودمون میشه که آخرین جشن مجردی یا اون عروس آینده دیگه. من اینجا روان هستم، براش تارت گرفتم دیگه، باید برم او رو بگیرم و بعد از اون باید برم سمت رستوران. دوستای خواهرخونده‌های خود خواستم و امروز هم ببینید چه هوای خراب است. از شانس از شانس کی از شانس من، از شانس نازمون، از شانس خواهرخونده، از شانس کی؟ هوا خیلی خراب است دیگه. خدا کنه که همگی خوب همونجوری که میخوان برسن، میکاپا موهاشون تغییر نشه. از خودم نشد، از خاطر که عادی جان گفتم که یا امروز باید خودت مرا ببری برسانی، چون من تارت میگرفتم با این کپشن رانندگی کردم به خودم سخت بود دیگه. از این خاطر دیگه عادی زحمت کشید دیگه، امروز من میبره دیگه. 2 ساعت دیگه همراه باشید تا که برسیم اونجا دیگه. نازگل جانم سورپرایز کنیم. نازگل جان خودش خبر نداره امروز و میخواستم نیادم از امروز، گفتم امروز باران است، هوا خرابه، من نمیخوایم بیایم دیگه. سر زیاد فشار کردم که نه حتما باید بیایی دیگه، ببینیم که چطور پیش میره. دوست عزیز ان شاء الله که خوب باشه دیگه. اون دیگه فاطمه کل چیزا رو گفت، از آتا یه گفت شد دیگه، در خبر هستن دیگه. روز بلوگ نای ما بالای آخرین مجردین نازل جانا یا جشن مجردی روز مجلس زنانه، شکر خدا دیگه مردان نیه دیگه. ما دیگه فاطمه میرسه دیگه، اول میرم کیک میگیریم بعد میرسم شهر رستوران، بس خودم میرم خودم دیوالای خود دیگه. برو خوش بگذره، به خودتم خوش بگذره. امروز اجازه است که بریم. خب این دوست آمدم چیزایی که لازم بودم سفارش دادم هم گرفتم. یه هم از تارت. فقط یک چیز باید بگیرم که واقعا نمیفهمم وقت بهش برسم یا نه. باید برم بالونم بگیرم، بالونایی که روش نوشته براود. به نظر وقت میشه بریم عادی یا نه؟ از این بالونا بگیریم، از اون روفیا. به نظر وقت میشه؟ نمیفهم. این اصلا شبیه عکساش دور نکرده، من اینجور دیگه سفرش داده بودم. مگه خوبه دیگه؟ نه مقبوله. نازکور برف شد، خوبش جور کرده. چه کنیم؟ میشه وقت میشه بریم اونجا بگیریم یا اول میخواد بریم سمت رستوران؟ اگه وقت اضافه آوردیم بعد بریم اونا رو بگیریم، اگه نه که نه دیگه. ساعت چند الان؟ ساعت 1 تا کی به رستوران باشم؟ من ساعت 2 دیگه باید باشم دیگه. 45 دقیقه وقت داریم الان. موبایلم اونجا. میگم 1 اونجا باشم تو. یورو به 2. نازگل گفتم خودش یکم دیرتر بیاد، نه گفتم 2:30 بیاد از خاطر ساعت چند شدمش برسه. من دیگر دوستا رو گفتم ساعت 2 برسه، خود نازل 2:30. 2:30 نه 2:30 میای. خب تو برام بگیر دیگه، میخوای بگی برام میگی. یا اگه وقتشه میخواین دوست دارم بیام. نام چی بود؟ گلشهر. ما اونجا گلشهر نام کردیم. دیگه دوستا ما رسیدیم رستوران دیگه. بعضی چیزا رو خود سر میز ماندم، مگم خیلی از یه چیز ناراحتم. من یک ساتن سفید باید میگرفتم روی میزا، مگم یادم رفته بود، کلش یادم رفته. مگم خب خیلی است دیگه، پیش میاد دیگه. من سر کارم مصروفم زیاد، یادم رفته بود دیگه. خدا کنه خوب باشه دیگه، خوششم میاد دیگه. منتظر هستیم دیگه بقیه دوستان برسن دیگه. نازگل جانم بیاد دیگه، سورپرایزش کنیم. یکی از دوستای ما رسید، دوستا باید سورپرایزش کنیم. سلام، خوبی؟ زحمت کشیدین؟ خوبی؟ ممنون. خوبی ساناز جون؟ خوش اومدین. آره خوب کردین، اتفاقا به موقع رسیدین. اینو کجا بزنم ساناز جون؟ خودتون زحمت کشیدین. ببینید دوستا چی آوردن. خودشو فکر کنم اینجا وسط بشونم. آره
خوب شده میز، فقط پارچه ساتن یادم رفته بیارم. داشتی خونه؟ سانوس خانم فکر کردن که من فقط برای این همه مهمون چای سفارش دادم و با اینو باز کنید اینو بخورید. نه اینا که یادگاری میبرین با خودتون. آره ولی اینا رو بعدا تو خونه عکس بگیر همه با هم دیگه بگیر. یه دونه رو بعدا خودت باز نکن بذار. ولی چیز اصرونه میاد. زیاد چیز نداره. مثلا یه دونهشو ببر. اینا خب واسه مهموناست دیگه، باید ببریم با خودتون. واسه شما هست. آره ولی ببر برای به عکس باز. ما اینطوری می‌کنیم. اینا رو این چیزا رو بعدا فیلم بگیر اینا رو اضافه. الانم دارم فیلم میگیرم. نه باز. اینا همه میره تو یوتیوب بعدن. اینا رو بگیر گرفتی اینا رو؟ آره گرفتم. فریاد جانم رسید. سلام جان. خوبی؟ سلامتی؟ دوست بخیر رسیدم. سلام به همگی و خوش آمد به یک برنامه نو از فاتی جان. یک بارون بود. خوش آمدی، از راه دور رقم آمدی. نه خواهش میکنم وظیفه‌م است بودم که شما میایین نمیشه من باید بیایم. یا دیگه شد نازگل جان من یگان نفر رو هنوز دیر کردم نه این مدن؟ واسه فکر رو من دیر کردم. نه پایی که توی راه دور بود از زیادتر نفرهایی که خانه‌شون نزدیک است زودتر رسیدیم. بگه منتظر هستیم دیگه مریم و با نازگل با هم دیگه میاین. دوستم میاین. دوستا یک رقم هوا خراب نیست. یک رقم بارونی است. او مای گاد من نمی‌فهمم در اتوبان فقط 80 جزء بود. 80 90. خبر خودش که خودشون بخیر به سلامت رسیدی. بیا جان دیگه بیا بشین دیگه. واه چقدر مقبول است چیزا. مگه من یک اشتباه کردم بنیان من پارچه سفید نیاوردم برای روی میزا. خب خیلی مشکل نیست. بیا اون دیگه چیز خوردی اون مهم. اون مهم است. دیگه بیا بشین دیگه خودت. سلام. 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 بهترین دوست نازگل. بیا جان بیا بشین خودت هم. تشکر چه زحمت کشیدی. یعنی خوش آمدید باش سفید می‌خواستم دنبالی بگردم نبود. نه ایم خوب است. تشکر جان. خوش میکنم باش. اینجا رو میز خودمون میتونی بمانی. همین وسط همینجا. نامزد نازگل است رضا جان. عکس جور کرده. نال چی هم بود در روی خودت بگیری؟ مگم پریان من زیاد سفارش دادم مگم دیگهش نرسیده تنها یک دانش رسیده. این چی رقمه؟ کاش کلی بینده شما بس. میفهمی چرا؟ من یک تا امتحانی سفارش دادم گفتم بذار بیاد ببینم چه جوریه. باز یک دانش سفارش دادم آماد خوب شد بعد دوباره سفارش دادم باز اون هنوز نرسیده. نه. خیر باشه یکی باشه. یکم باشه بس دیگه. مگم دوستای راست چقدر مقبول هم است. بخیر بخیر باز پیش بره. چه خوشگل تحسینش کرده. آدم دوست نداره اصلا دست بزنه. آره خوشگله. نه اونجا یکی دیگه هم میاد. قرار 3 تا بیاد. آره یکی دیگه هم اومد. همه چی آماده است دیگه تیارگی گرفتیم دیگه. نازگل جانم بخیر میرسه یک چند دقیقه بعد. میزم خیلی خوبش جور کردم. دیگه سعی کنید خوبش شده. میگه الان استرس داری که زودتر برسه. ناناسی جانم خاله.
افتضاح برعکس گفتم کنسل کنم بعد تو گفتی که نه من دارم میام دپلوما دیگه بود دیگه گفتم نه دیگه من خوبی؟ سپرایز شده یا نه؟ دیگه اگه میگفتیم سپرایز نمیشدی دیگه ما همه ست کردیم بهش آره خیلی قشنگ مرسی چقدر خوشگله بشه دیگه تکاسی بودی آره؟ والا نیست وای بچه مرسی واقعا دستتون در نکنه دو تا دیگه از مهمونا ما رسیدن سلام خوبی؟ جام تنگ نمیشه خوبی؟ خوشحالم که اومدی خوبی عزیزم؟ بفرمایید سلام خوش اومدین بفرمایید بچه عروسی مبارک عروس خانومه بخورید اصلا مزدار هم هست یا نه چی هسته؟ بخواهی مکاسیه فکر کنم چند تا عکس اینستاگرامی هم باید بگیریم فوکوس کردن رو عکس دوستا دیگه اینجا حالا کیک نازگل اومده آن به تو تاول چه رقم تیر میشه خوب است خوش میگذره واقعا دستتون در نکنه بچه‌ها اولی خیلی خوشحال شدم همتون اینجا دیدم سورپرایز شدم توقع نداشتم بچه‌ها یه سری بچه‌ها خیلی وقت بود ندیده بودم بچه‌های خودمون نه بچه‌های خودمون چیز شدم سورپرایز شدم که اینجا دیدمشون فکر نمی‌کردم ببینمشون سپیدر خیلی وقت ندیده بودمش فکر نمی‌کردم اصلا ببینمش چون که خب وکانسی بودن ندیده بودمشون مورد همینطور پنیانم که خب من خودت اومدم اگر تشکر میفهمین دوستات شده بود امروز وقت زنگ زده بود گفته که من نمیایم از خاطر مریض شدم باز بخی بر خطا فاتی بر من زنگ زد گفت یا پنیان که نازگل نمیایه من دیگه تیار کرده گفتم با درکت کنم از خاطر دیگه باش زنگ زد گفت ما وقت در راستیم باید بیایی از خاطر دیگه خوب شد که آمدیم سورپرایز شدی نه خواهش میکنم خوب سورپرایز شدی کانال کارت بگیر کیکم چیکم اینه کارت باید بگیر کارت این چاقوری and not like now I'm going to happy birthday okay انشالله عروسی با خوبی تیر بشه با هم پیر شن این مهمه انشالله که عشقا پایدار باشه برای همه با احتیاط برو واقعا اینو جدی میگم بودین کنارم اینطوری سورپرایزمون کردیم واقعا خیلی خوشحالم واقعا خیلی برام با ارزش مرسی بچه‌ها به همتون گل پرنیا خیلی قشنگه بچه‌ها از ساناز جونم که اینجا بود خونه‌اش وای خدا مرسی بچه‌ها بچه‌ها همتون مرسی که اومدید خیلی خوب اومدید واقعا
از سمت رضا از شما تشکر میکنم. مرسی که بودی. دوستا دیگه امروز جشن امروز هم خلاص شد دیگه، اومدیم بیرون یک عکس هم بگیریم و بعد از دیگه نخود هر کس سمت خانه خود بره. آماده برای عکس؟ خوبه؟ که خوب شده. بریم سمت. خب دیگه دوستا ما از شما خداحافظی میکنید اینجا و دیگه امیدوارم که خوشتون اومده باشه. از اینکه همراه بودیم دیگه یادتان نره چیکار کنیم؟ فالو کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و این زنگوله که اینجا هست حتما بزنید که در آینده حتما ولاگای خیلی بهتر و جذابتری هست از محفلای نزدیک دیگه. بریم ما چند تا عکس میگیریم قبل از اینکه باران بشه دیگه و بعد از خداحافظی میکنیم دیگه شما. مرسی همراه ما بودین و روزتون خوش. هم میگیم تا فلاخای بعدی. خداحافظ.